آیا تا به حال با یوان چین معامله کرده اید یا اصل تقلبی آن را می دانید؟ پس با ما باشید. سلام دوستان عزیز، درباره ویدیوی معلوماتی درباره یوان چین خدمت شما قرار گرفتیم. دوستان عزیز، اول درباره اعدادش یک تشریح براتون میکنیم. 100 یوان چین است دوستان عزیز، پول کاغذی است. 50 ین. در کشور ما زیادتر به نام ین مشهور است. 20 یوان است دوستان عزیز. 10 یوان است و 5 یوان است. البته اعداد خود عدد یک هم داره دوستان عزیز. برای تشخیصش شما توجه کنید دوستان عزیز، چند بخش داره. اول به این عدد 100 که در توجه کنید، میبینید دوستان عزیز در اینجا قرار داره، به این توجه کنید. به نخ امنیتیش دوستان توجه کنید، به نخ امنیتیش، به نوار امنیتیش عدد 100 دوستان عزیز به وضاحت معلوم میشه. ببینید دوستان عزیز، و یکی از راه‌های تشخیص بسیار جدی و دقیقش مثل دلار امریکا دوستان عزیز، این هم توجه کنید دوستان به علامتی که در نشانی قرار داره، جوهر داره و رنگ تولید میکنه دوستان عزیز. ببینید بازم در این نقطه ها و خود عدد 100 که حک شده و خود شانه تصویری که در پول یوان است توجه کنید. ببینید دوستان عزیز، دوربین ما نزدیکتر بیاره و در 50 هم دوستان عزیز به می شکل است. تصویر عدد 50 نوار امنیتی دوستان توجه کنید. از عقبم به نوار امنیتی دوستان عزیز. در صورتی که تشخیص نتونه، این هم به این شکل جوهر داره و رنگ تولید میکنه دوستان عزیز. در صورت اصلی بودنش کامرامین ما نزدیک بره. دوستان عزیز، اکثریت پولهایش که جعلی می باشه در 100، 50 و 20 چون اعداد بزرگتر است دوستان عزیز. توجه کنید، هر سه عدد 100، 50 و 20ش دوستان عزیز رنگ تولید میکنه. این از یوان اصلی دوستان عزیز. کیفیتش بازم شما ببینید. قیمتش فعلا در بازارهای افغانستان هر 100 یوان به افغانی 950 افغانی است دوستان عزیز. بازم توجه کنید. به امید از اینکه یک معلومات درباره یوان به شما شده باشه دوستان عزیز. توجه کنید، در مقابل نور تمام علائمش در صورت اصلی بودن خود نشان میده دوستان. توجه کنید. به امید از اینکه ویدیوی ما به شما جالب بوده باشه. اگر میخواهید در نسخ لحظه به لحظه ویدیوهای جالب آگاهی حاصل کنید، با یوتیوب چینل صرافی افغانستان همراه باشید و ما را سابسکرایب کنید. تشکر یک جهان.